درود، طاهری سفر هستم. با اخبار امروز چهارشنبه 4 اکتبر شما را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی چندی از خبر و گزارش ها. موسمی نوی دعوت به صف ارتش، جوانان اختیاری می روند و یا همچنان ماموران کمیسریت نظامی آنها را از خانه و بازار داشته می برند. یک ساکن ناحیه حصار پس از 25 سال از گذشت مرگ پدرش در زمان جنگ داخلی خواسته است دادستانی عاملان مرگ پدر را پیدا کنند و جزا بدهند. دختران تاجیک از شوخی‌های ناجا، حرف‌های ناسزا و رفتار درشت جوانان در کوچه‌های شهر و ناحیه‌ها به داد آمدند. آچه شما با داماد در کار نیست؟ میسا هم خیلی میگویم از سوریمینتر باشه ای دخترک نامی رو تنمی تی بینیم یکانجا دا بشینیم. تفصیل خبرها. در تاجیکستان موسم تیرماهی دعوت به صف نیروهای مسلح ادامه دارد و بعضی از جوانان با شروع این موسم به مهاجرت کاری به روسیه می روند. بعضی که پول بلیط ندارند و به دانشگاه شامل نشدن ناچار برای خدمت به صف نیروهای مسلح می روند. از بس که گزارشات درباره بدرفتاری در ارتش تاجیکستان زیاد است، شماره داوطلبان خدمت در صف نیروهای مسلح چندان زیاد نیست. گزارش را در این باره همراه می بینیم. آن را دارم که خدمت نقص و فیلو نکنم و با صحت سلامت به نزد ما مادرانی که چشم انتظار ما فرزندان گشته بیاید. باقیگل پسر دومی خود را به ارتش میفرستد و انتظار است که فرزندش بعد از 2 سال صحت و سلامت برمیگردد. نگرانی مادر از صحتی فرزند هنگام خدمت را از هر مادر در این مراسم گسیل در قرغان تپه به تکرار میشنیدیم. میرم به اختیار خودش، زن داره فرزند داره، میرم خدمت میکنم برای وطن. حتی این همه مراسم پرشکوهی که به خاطر گسیل فرزند آنها برگزار می شود بیانگر آرامش خاطرشان نیست، چون که خبرهای ناخوش درباره شرایط خدمت در ارتش تاجیکستان را می شنوند و از تقدیر منبعده پسران خود نگرانند. بعضی از آوازهای مردم گوش میکنند و هراسان ترسان میشوند. جوانان نکوپور زمان شاد از وحدت و استقلال. 2 سال می شود که در ختلان مراسم دعوت جوانان به صف قوه‌های مسلح با شکوه می گذرد. به این شیوه گسیل جوانان به صف نیروهای مسلح اصول دوران شوروی بود که ایدئولوژهای فعلی آن را نسخه برداری کردند. مکتب بزرگ تربیت اراده، جسارت، شجاعت و وطنداری به حساب می رود. به این وسیله مقامات می خواهند آبروی ارتش را در میان مردم بالا برند و اضطراب آنها را نانمایان کنند. در این مراسم نیز قدم ها حساب شده و سخن ها از برنامه آماده کرده مقامات بود. گلستان کبوتوا یکی از آنهایی است که برای مراسم آمادگی گرفته است. جایگیر است در سغردشت یک دهاتک گلگشت، افسران و سربازان باشند ما را نگهبان. بچه شما در سغردشت؟ در آوان شوروی تاجیکان را به سیبیر و اروپا میفرستادند و برگزار کردن مراسم منطقی بود. اما در تاجیکستان که به دوردستترین منطقه عام میتواند در یک روز برسید و فرزند خود را ببیند، برگزار کردن چنین مراسمی پر احساس سؤال برانگیز است. گفتنی آن را دارم که هر یک سرباز جوانمرد باید وطن عزیز خود را دوست دارد. در تاجیکستان هر سال 2 بار بهار و تیر ماه جوانانی از 18 تا 27 ساله به ارتش دعوت می شوند. بدرفتاری با سربازان در قسمهای نظامی و گاه مرگ آنها جوانان را از خدمت حربی می ترساند. بارها شهروندان شکایت کردند که آوان دعوت به خدمت حربی از اصولهای غیر قانونی استفاده می شود و این شیوه در میان مردم با نام ابله و مشهور است. موسم دعوت بهاری و تیرماهی گاه موسم شکار را می ماند. کارمندان کمیسریت‌های حربی از مکان‌های تجمع مردم اجباری برای ادای نقشه دعوت جوانان را ابله می‌کنند، حالانکه جلب جوانان به ارتش با چنین اصول غیر قانونی است. عین زمان چنین به نظر می‌رسد که به قول مشهور برای رسیدن به هدف همه راه و شیوه جایز است.
سر میزنیم به ازبکستان همسایه. مقامات در این کشور یک ادیب دیگراندیش را که چند پیش از ترکیه به ازبکستان برگشت در فرودگاه دستگیر شد از بازداشت رها کردند. نورالله تخانوف را به ترغیبات ضد حکومتی متهم می‌کنند، هرچند خودش میگوید این ادعا هیچ اساسی ندارد. نورالله تخانوف روز چهارشنبه بعد رهایی یک مراجعه‌نامه ویدیویی هم نشر کرد و از تغییرات در ازبکستان گفت. مومن احمدی گزارش می‌دهد. نورالله تخانوف که با تخلص نورالله رؤوفخان معروف است، ادعا درباره ترغیبات ضد حکومتی بردن را رد می‌کند. او آخر سپتامبر به تاشکند برگشت و همان روز دستگیر شد. فکر میکنم که یک خطا بود. محتوای کتاب من مخالفی کانستیتوسیون نیست. هیچ دعوت به ضد قانون اساسی ندارد. من درباره کمبودی‌های سیاسی گفتم. کوشش کردم نشان بدهم که خطا میکنند. من برای آزادی بیان تلاش کردم، چیزی که در قانون اساسی هست. تخانوف اولین دیگراندیش ازبک است که بعد مرگ اسلام کریموف رئیس جمهوری پیشین در سال 2016 به ازبکستان برمیگردد. او 2 سال پیش کتاب با نام امروزها نوشت و سیاست‌های دولت را تنقید کرد. فروش کتاب در کشور ممنوع شد. مؤلف را به ایجاد خطر به امنیت ملی متهم کردند و امر بازداشتش را دادند. روز 1 اکتبر رها شد، ولی معلوم نیست که با او چی میکنند. راستی به من فشار نآوردند، زوری و یا تحقیر نکردند، نه در اداره پلیس، نه در زندان و نه بعد رهایی. ادیب بعد آن از ترکیه به ازبکستان آمد که رئیس جمهوری نو شوکت میرزیویف از منبر سازمان ملل از هموطنانش در خارج خواست به کشور برگردند. روز سه‌شنبه نورالله رؤوفخان یک مراجعه‌نامه ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی نشر کرد و گفت که 2 تغییر اساسی را در ازبکستان احساس کرده است. اول بیداری اهالی پس از 25 سال و هم گوش دادن حکومت به صدای آنها را. و در قرقیزستان تا کمتر از 10 روز دیگر انتخاباتی ریاست جمهوری برگزار می شود و عین زمان تبلیغات انتخاباتی ادامه دارد. 13 نفر برای کرسی ریاست جمهوری مبارزه می برند و کارزار سیاسی هم روز به روز داغ‌تر می شود. درباره جریان کارزار انتخاباتی در قرقیزستان همسایه صحبت داشتم با گلای مشکی و همکارم از بخش قرقیزی رادیو آزادی و نخست از او درباره تفاوت انتخاباتی امساله پرسیدم. طور خود شما می‌دانید در قرقیزستان چهاربینی‌های سیاسی به خصوص انتخابات بسیار پرشدت صورت می‌گیرد. امسال تعداد نامزدها به مقام رئیس جمهور زیاده از 13 نفر است. یکی از آنها زن است. حالا کارزار تبلیغاتی نامزدها ادامه دارد و به اوج خود رسیده است. از میان 13 نفر رقابت اساسی بین 2 نفر است. یکی از آنها نامزد طرفدار حکومت و نخست وزیر سابق سورونبای جینبکوف است که همچون یک سیاستمدار آبرومند شناخته شده است. نامزد دوم صاحبکار جوان و یک فرد ثروتمند قرقیزستان وکیل پارلمان آموربک بابانوف است. او هم تقریبا 1 سال نخست وزیر بود. حالا بین این 2 نامزد مبارزه سخت ادامه دارد. بقیه این نامزدها معرکه‌های تبلیغاتی نچندان فعال پیش میبرند و عینی زمان در بینشان صحبت‌هایی هست که کدام نامزد قوی را دستگیری کنند. این اندیشه هم وجود دارد که ممکن است انتخابات به دور دوم کشیده شود، زیرا در دور اول کسی به قدر کافی شاید رأی نگیرد. گزارش‌های هست که در جریان انتخابات حتی عنصرهای جنایی و یا مقامات امنیتی دخالت می‌کنند. در این باره بیشتر می‌گفتید تا کجا واقعیت دارند؟ Но, к сожалению, вот криминалитет был и остается такой активный. متاسفانه عنصرهای جنایی همچنان یک بخش فعال در جامعه و حتی در بین سیاستمداران قرقیزستان باقی میمانند. در قرقیزستان 2 انقلاب شد و هر 2 دفعه به آنها عنصرها و گروه‌های جنایی شامل بودند. تاریخ و دلیل ها این را ثابت می کنند. گروه های جنایی با نفوذ، افراد با نفوذ حلقه های جنایی از زمان انتخاب رئیس جمهوری سابق اسکر آقایف در این کارزار دخالت کردند. حتی در بین سیاستمداران در پارلمان نفوذ دارند. این وضع حالا هم ادامه دارد و تحلیلگران می گویند هم نیروهای طرفدار حکومت و هم نیروهای مخالف سعی می کنند که حمایت چنین عنصرها را به دست بیارند. برای آنکه گروه های جنایی نفوذ و پول دارند.
می توانند با رای دهندگان کار کنند. بسیاری از این افراد از محله های دوردست و دهات هستند و البته مردم در آن جایها به حرفشان گوش می دهند. گفتگوی کامل در این باره در وبسایت azadi.org به زودی نشر می شود. یک ساکن ناحیه حصار پس از 25 سال مرگ پدرش در زمان جنگ داخلی با مراجعت به دادستانی خواسته است که عاملان مرگ پدر او را پیدا کنند و جزا بدهند. بدرالدین سفرعلیف میگوید پدر روحانیش را که امام مسجد بود گروهی از افراد مسلح قتل کردند و او ادعا دارد که مقامات بلندپایه ناحیه حصار در آن زمان از این کار با خبر بودند. میرزا نبی خالقزاد برای پیدا کردن جزئیات به ناحیه حصار رفت. دادستانی شهر حصار عریضه یک ساکن این ناحیه را مورد سنجش قرار داده است که می‌خواهد با گذشت 25 سال از مرگ پدرش قاتلان آن آشکار کرده شود و به جزا کشیده شود. تاریخ 26 09 17 سال پروکراتورا دا عرضه برای کشتار پدرم سپاریدم. بعدی تفتیشات معلوم شدن، بعدی پرسیدن شاهدا با دلایلی که داشتم روزی دیوم دا باز سپاریدم. در حال حاضر دادستانی ناحیه حصار میگوید که واقعا این سنجش آغاز شده است ولی به خاطر سری تفتیشات آنها از جزئیات این مسئله خودداری میکنند. در عریضه این ساکن حصار از جمله ذکر شده است که یکی از نفرانی که در کشتار پدری او گویا دست داشته‌اند این سابق رئیس این ناحیه جمال الدین منصورف بوده است. اما در صحبت با ما جمال الدین منصورف در صحبت حضور تاکید کرد که به هیچ صورت اون به این کار دست نزده است و اصلا آگاهی ندارد و این یک تهمت در نسبت او است که میخواهند با این راه آبروی او را ببرند. بیننده ارجمند، ما این قضیه را پیگیری میکنیم و در صورت گرفتن واکنش و جواب مقامات شما را حتما در جریان میگذاریم. طوری معلوم در سالهای جنگی داخلی تاجیکستان هزاران نفر کشته شدند و قاتلان بسیاری از آنها معلوم نیست و پرونده های زیادی آن زمان هم تا حال ناکشاده باقی ماندند. در تاجیکستان شکایت از رفتار پسران زیاد شده است که دختران لباس اروپایی پوش را آزار می‌دهند و یا در کوچه ها با آنها حرف ناسزا می‌زنند. اما نه فقط شکایت دختران اروپایی پوش بلکه هر دختر دیگر که در کوچه شهر یا به درس یا به کار می رود از رفتار ناشایسته نسبت خود شکایت دارند. همکاران ما در دوشنبه به کوچه ها برآمدند و پرسیدند که چرا جوانان تاجیک چنین رفتار می کنند. با لباسی دلکش و زیبا در مظهر عام ظاهر شدن دختر تاجیک میتواند صدها نگاه‌های بد و شهوت‌آمیز و لقمه‌های ناراحت کننده را به بار آورد. دختران تاجیک که لباس ملی نمی‌پوشند صدها بار این را در خود تجربه کردند. کورتای اروپایی در بدن داشتم، کمتر دراز نبود، کمتر کوتاه‌تر بود و از طرف مردم کمتر گویم که عقیده‌های положительно نگرفتم. مونیسا یگانه نفری نیست که امروز از گستاخی و خودسری جوانان شکایت میکند. بیشتری دخترانی که لباسهای اروپایی میپوشند میگویند از جامعه سنتی تاجیکستان هراس دارند و در پوشیدن لباسهای بیگانه از احتیاط کار میگیرند تا اینکه دچار بدرفتاری نشوند. لباسی ملی میپوشیم یا که رومال نگونش میکنیم دیگه خیلی گپ میپرتند. ابوال سوریمه نپوشیدگی باشن تماما دیگه خیلی گپ میپرتند. چی میگن مثلا؟ اونجا چی میگن؟ خیلی لباسی ملی پوشیدگی باشه میگن وای این دختره من آچه شما با داماد در کار نیست. مثال هم خیلی میگویم از سوریمنتر باشه ای دخترک نامیرو تنامی تیبینیم یک اونجا دا بشینیم. بعضی از مردان میگویند برای لقمه پرتایی جوانان خودی زنها گناهگارند. خودشون یک لباسای میپوشن جلوه میتین که مردهای و بچه‌ها گپ پرتن با اونها دقت کنن، دقت یعنی که در مد نظر همونا قرار گیرن. هر شخص انتخاب خود داره، نو کمتر از چارچوب نبوده و یا نمیشه خیلی گپای بچه‌ها خیلی گپای نمیزنن. فعالان جامعه پیشنهاد میکنند تا چنین طرز رفتار جوان پسران مجازات شود و جریمه هم تعیین کرده شود. البته در این حال نمیتوانیم گوییم که لقمه پرتایی های جوانان به دختران خطر جدی دارد، اما مطمئنم که اگر نسبت این ظهورات نامطلوب یگان چاره نندشیم میتواند پیامدهای ناخوب داشته باشد.
ҳарчанд мавридҳои озору шиканҷа барои либоси нимбараҳна расман ба қайд гирифта нашуда бошад ҳам бархе духтарон мегӯянд чунин ҳодисаҳо дар ҷомеа ҷой дорад ва духтарон барои бадном нашуданашон аз бурдани чунин шикояте худдорӣ мекунанд, зеро санги маълумат аввал ба худи онҳо зада мешавад. و بیننده ارجمند گزارش کامل در این باره در وبسایت آزادی هست. اخبار از این هم بیشتر را میتوانید در سامانه azadi.org در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک پیدا کنید. در ادنکلاسنی که هم گروه داریم با نام رادیو آزادی، در توییتر هم هستیم و برنامه ما را میتوانید در وبسایت نیوز تی جی یا وبسایت خبرگزاری آزیا پلوس پیدا کنید. تشکر که امروز هم با ما بودید. فردا نیز با ما بپیوندید.